من آدینه و بسانه از ناحیه میر سید علی حمدانی می باشم. در مکتب موسیقی بچگانه تحصیل می کنم در صنف چهارم. شما در مکتب موسیقی تحصیل میکنید، میگفتید که در یگان چهاربینی در یگان آزمون شرکت ورزیدید. البته در بسیار چهاربینی ها و آزمون های ناحیوی و ولایتی اشتراک کردم. از آن جمله در آزمون اعلی که پارسال برگزار گردیده بود در آنجا جای یکم را گرفتم. یعنی سزاواری جای اول گردید. بله. و امروز در آزمون برآمد میکنید، یگان ترس، یگان هیجان، عموما چه احساسات دارید؟ البته پیش از برآمدن هر یک شخص در دل کمی ترس دارد ولی برطرف میشه. شما رو به صحنه دعوت کرده ایستادن، باوری داریم که ترس شما گم میشود و در صحنه خوب برآمد میکنید. سلام، من آدینه و بسانه خواننده مکتب موسیقی ناحیه میر سید علی حمدانی می باشم. سرود تاجیکستان، آهنگ شهرت اشور، شعر اهدیه.
پیش از یک سخن گفتن من میخواستم که یک امکانیت هم با شما باز کمی یک چهار مصرگی یک سرودی میسرایدید شخصا سلیمان و باسونا یک چهار مصرع یکون سرودی که باشد که اوج داشته باشد یک اوج بلندتر ای کشور زیبایم ای ملکی دلهارایم بختم توی و تختم تو هستی سری بالایم ای کشور زیبایم ای ملکی دلهارایم بختم توی و تختم تو هستی سری بالایم من هر خس و خاری تو بر جمله جهان ادهم قلبم تو وجودم تو هستی همه دنیایم قلبم تو وجودم تو هستی همه دنیایم سلامت باشید مرحمت باسونا منی خانه را گلگون بیکارم برای تا چه جان چشم انتظارم بلب حرف و بدل یادی تو دارم با پیشی پای تو سر میگذارم ای نوری خانه زبی زمانه خدا میگو مرا بیت نمانه ای جانی جانم یا چه جانم خدا میگو مرا بیت نمانه خدا میگو مرا بیت نمانه سلامت باشید مرحمت شما از خاکی وطن گوری پدر در دل من ماند در دل من ماند مادر چو مزاری لبی جر در دل من ماند در دل من ماند در بسته و فرزندی پدر در پسی در راست در پسی در راست فرزندی پدر در پسی در دل من ماند در دل من ماند سلامت باشید تشکر مرحمت سلیمان یک سوال داشتم شما استاد دارید با یگان نفر استادم فرقت سعید جدای صنعت در جدای صنعت چقدر کار میکنم؟ چقدر شد کار میکنید یا هم دویم سال است دویم سال بله البته برای که دستی استاد معلوم است خب در سرایدن شما من ارادم دارم لیک جایهایی بود که شیرینی های زیاد داشت لیک ارادها رو نمیگویم تنها یک چیز رو میگویم که کمی زیادتر کار کردن در کار برای کشودن آواز در پرده های بالا کمی کشودن در کار آوازتون شیرینی دارد یک احساسات هم حس کردم در وقت سرایدنتون احسن تشکر خب در مسئله باسونا در مکتب موسیقی تحصیل میکنید بله در آنجا شما در گویم که نوازنده هستید سراینده هستید سراینده خب من تنها یک چیز میگم احسن به استادتون تشکر زیاد که خیلی کار زیاد کرده از با شما برای اون که در وقت شما برآمد کردین شخصا من یک راحت بودم تشکر به شما تشکر به استادتون و لیک باز هم کار کردن لازم در از نسبت نفس روی نفس برای اینکه من الکی حس کردم که تا اخیر از با دیافراگم کار کردگی نیستید از همین سبب کمی زیادتر به همین توجه دید
خب احسن تشکر. مهراب جان، شما با فکرم که کم کم مریض هستید. آوازتان مریض است. خب الکی در اینجا شنیدیم. یک ایراد دارم که همین در از یک برنامه به دیگر برنامه من همین چیز رو تکرار کرده میگویم، لیک با گویم که همین چیز بسیاری اهمیت نمیتید شما. در وقتی که با آزمون میوید کوشش کنید انتخاب سرود اهمیت زیادی، انتخاب سرود که باید که با پرده شما درست آید. این سرودی که شما سرایدید سرود بهترین بود، لیک با پرده شما درست نمی اومد. خب در آینده که شما در کجایی که برای من نکنید، شاید که در همین آزمون هم باشد، در دیگر جای هم باشد، با همین چیز اهمیت خاصه دهید، برای اینکه این یک مهمترین چیز است در آزمون. خب سلامت باشید. تشکر. مرحمت. سلامت باشید. چیزی که زفرجان خواهد کرد درست خواهد کردن. هر سه اشتراکچی بسیار مهنتی زیاد کردن، معلوم بود و اساسی فکر میکنم در موسیقی اهمیت دادن به نوجوری های آواز یکم و حسیاتی سرایدن، یعنی در وقتی سرود خوندن اما صحنوی بودن هنرمند معلوم باشد. امیده اهمیت دین. تشکر زیاد. به شما موفقیت. کور 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 کور. خودتون میدونید انا آوازی این دو درکمون رو میروب نفهمیدیم، برای اینکه بخوام مریض است، کمک کسل استیده، برای میخوای یکی باز بعد یکون ثبتی آوازی زنده رو باز داشته باشند گوش کردن در کور، برای اینکه باز اینقدر نفهمیدیم، برای اینکه باز در مکتب موسیقی صنعت میخونند. شما هم معلم دارید، شما هم استاد دارید، شما هم هر یکتون استاد دارید، استادانی بسیار نامی. با من هم بسونه استاد با شما یک خیلی کار کرده است که از پرده یگان جا نرفتید، راست خوشرو خواندید و با استادانتون تشکر زیاد، لیکن کار زیاد کردن در کار. با این بهاهای ما نگاه نکنید، یگان خفگی نکنید. یک جمعی در اینجا برآمد کردن شما آن است که شما را الکی تماشابین میبیند و به شما بها میموند. برای این بهاهای ما برای ویکی شما باید کار کنید. شما روی صنعت تاجیک هستید. سلامت باشید. خب اکنون باشد فکر دارم با آوازدهی آغاز میکنیم و اول از سلیمان شووالов آغاز میکنیم. اکنون باشد باسونا одинаева. و اکنون مهراب طالبی‌زاده.
саломат бошед ба шумо рӯи сафед бурдбориҳо фақат ба пеш. хуб мо дидем ки шумо дар саҳна хело хуб баромад кардед ва аъзои ҳакамон ба шумо тавсияҳо додан ва эродҳои шуморо низ гуфтанд. Шумо ба гуфтаи аъзои ҳакамон розӣ ҳастед? бале бале аъзои ҳакамон ба шумо чӣ гуфтанд умуман? ноҷугириҳо ҳис карда шуд ва зиёртамаш карданд. аъзои ҳакамон ба шумо чӣ гуфтанд? خیلی خوب بود. یکم در سرود دوم برام نجوری حس کردم شد. آزمون در سطح عالی گذشت و البته آن اگر هرچند که به من ولی زیاد هم نگذاشته باشن چقدر که اعضای حکمان گفتن ابراز داشتن مشکلی در خستگی آوازم بود و از این عموما رو افتاده نشدم زیرا که این اختصاصی من است و بهای گذاشته حکمان ولی گذاشته حکمان باز من رو وادار می‌سازد که بازم بیشتر کوشش و تلاش نمایم. бале мо роҳ афтода намешавем чунки дӯстони азиз ногуфта намонад ки мухлисони шумо метавонанд тариқи смс паёмакҳо ба шумо овоз диҳанд ва дар сурати овози ёд гирифтан шумо ба даври дуюм албатта ки роҳат пайдо мекунед. ташаккури зиёд.